با سلام و عرض ادب. امروز با خانواده اومدیم آبگرم درمانی رودبار. خواستم شما رو هم شریک کنم. اینجا ورودیشه. علتی که اینجا همه کس نمیاد، ذاتش یه ذره سخته، سینه کش داره و دلیل اصلی که همه برای آبگرم اینجا استفاده نمی کنن و خیلی کم میان، به خاطر اینکه اینجا خرچنگ دریایی خیلی زیاده. همه‌شون رو نشونتون خواهم داد. اصلی ترین آبگرمه که برای استفاده درمانی بدن استفاده میشه. این دوتا حوضه است که خیلی خیلی قدیمی بوده، از زمان شاهان مونده. این دوتا حوضه آبگرم خیلی عالی، ولی از صبح تا حالا من 7-8 تا فقط خرسنگ گرفتم انداختم اونور، ولی خب مردم کشتنشون حیوونا رو. میتونیم پاهاشون رو ببینیم. اینجا پر خرسنگه. اینجا آب درمانیه. آب خیلی گرم عالی. دوتا حوضه داره، ولی این یکی آب یخه. این آب کاملا یخ و عالی. امیدوارم خوشتون بیاد. انشالله روزی وقت کنین تشریف بیارین اینجا و از این جنگل های زیبا استفاده کنید. با تشکر.